تا به کی خانواده نگران و مضطرب باشد؟ تا به کی قومت از زنده بودنت نفرت داشته باشد؟ تا چی زمان؟ تا چی زمان ادامه میتین؟ بیایید بهانه های مختلفی داشتین به خاطر ادامه جنگ که ما میفهمیدیم بهانه هایتان معقول نیست. ما برش دین روز مستقیم در تلفن پیام دادم، بیا هنوز فرصتش است، به خاطر خانواده غرضت نمیگیریم، از جنایاتی که کردین میگذریم. ما گفتم به خاطر صلح میجنگیم، نه به ادامه جنگ. بیاین علیه شریعت استاد نشین، علیه قانون طبیعت استاد نشین. ما درست که می جنگیم، درست که مسلک و حرفه ما جنگیدن است، نظامی ها مسلکشان جنگیدن است، اما ما به خاطر صلح می جنگیم، نه به ادامه یک جنگ. ما برشان پیام دادیم. حتی با تاجیبای دین روز ملک صاحب بود که ما تلفنی صحبت کردم، برش گفتم بیا یک کنار خانوادت زندگی کو، کنار فرزندت زندگی بکو، کنار خانمت زندگی بکو. بودن کنار فرزند و خانم و خانواده جدا از حق طبیعی از اینا حق شرعیشون هم است. بین تا به کی آواره، تا به کی به عزت، تا به کی در مغاره ها، تا به کی خانمت منتظر باشه که تو کشته میشی، تا به کی فرزندت محروم از دیدارت باشه. علیه نیازهای خانواده و اجتماعیتان استاد نشین. شما ببینین 15 القمینی که یاد مسیر سرک عمومی که شارای بزرگ است، عام المنفعه اینا جابجایی کردن. من تصاویر نشانتان میتونم که همین فرزندهای شما با چین و تلاش کردن که اینا را خنثی بکنن. خنثی کردن ماین یعنی بازی با جان، بازی با سر. اما او مینای را که جنایتکارا مهارت منفی را پلان شومی را که با او مهارت یا مین جابجایی میکنن، ای کاش بجای شاندن از او مین گلدان در او مسیر میماندن. ای کاش بجای فیر سلا و گلوله به استقامت مردم خود کتابی برایشان بفرستند.